سلام عرض ادب و احترام. امیرعلی هویزم. خیلی خوش اومد به یه ویدیوی دیگه. آقا امروز قرار بریم آلترای لژند رو بهتون بگم چجوری دریافتش کنید. الان دارم با آلترای معمولی بازی میکنم. گیم پلی خیلی ساده. اکانت قبلیم که بند شد متاسفانه. خب آقا آلترا تفنگ بسیار فوق العاده ایه. میتونم بگم محشره، یعنی به کنار طرف میزنی قشنگ میمیره. اصلا من دکمه رو همینجوری شلیک میکردم، 2 انگشتی میزدم میمردن، 4 انگشتی میزدم سقط میشدن. خیلی باحال بود. من اینو دوست داشتم، خیلی آلترا دوست داشتم. اینجا پینگم رفت به شدت بالا و نتونستم بزنمشون. آقا اینجا کفری شدم، نایف کشیدم. امروز قراره بهتون یاد بدم که چجوری تفنگ آلترا لژند رو رایگان دریافت کنید، به علاوه یه دونه اسکین و یه دونه آواتار. برای آموزش اصلیمون اکانت قبلی هم بند شد. بگید الان خودم یه دونه سنس کنم، البته اینو دارم، یا یه دونه خودم برم بخرم. اینو حتما بگین. بریم سراغ آموزش. آقا گیم پلیمون رو دیدید. اول از همه اینو بهتون بگم که اکانتم بند شد. واقعا خیلی بد بود، استفاده دارید. ادعای چیتری بهم زد. خیلی زحمت کشیدم واسه اکانتم بند شد. حمایت کنید تا حداقل بتونیم انرژی داشته باشیم اکانتمون رو دوباره سر پا کنیم. اسکین ریپرم میخواستم واسه همین این اسکین رو گذاشتم. یه بتل پس اسکین ریپرم واسه تون ردیم کدش رو رایگان بهتون میدم. کافیه فقط تو کامنت ها بنویسید، چیز دیگه میخوام همینجوری فقط سابسکرایب کنید، تو کامنت ها بنویسید خداییش واسه تون فعال میکنم. اسکین ریپر رو رایگان توی کامنت ها بنویسید. خب آقا وارد ایونت ها میشیم واسه گرفتن گان لژند آلترا. میزنید روی این که میزنید میبینید که یه سری صفحه ای میاد. این گزینه دومی. بعدش اینجا واسه تون نوشته که یه عکس مدالیه 250. روی این آلترا که بزنید خب اینا ایونت ها بهتون میده، یعنی رایگان به همه میده. حالا خیلی به من گفته بودن که چرا هیچ وقت گزینه‌اش نمیاد که ما بزنیم روش. آقا اگه دقت کنید روی اینا نوشته 2515، روی این نوشته 25150. 25150 باید که 150,000 یا 100 نمیدونم یکی. خب باید که اینا رو زیاد کنید این مدالاتون رو. حالا چجوری زیادش کنید؟ مولتی بازی کنید. آقا مولتی بازی کنید. بذارین بیرون. مولتی رو بازی میکنید. مولتی که بازی کنید این میره بالا خودش. مولتی بازی کنید. وقتی که 2 دست مولتی بازی کردید ببینید مولتی باید بازی کنید. مولتی واسه رنکد لژند رو اینا هم برید کنید رنکد مولتیتون رو. وقتی که کار کردید میاد توی این بخشی که بزنید میبینید یه سری ماموریت هایی بهتون داده. خب میاد اول تو بخش سومی میزنید روی گو. اینجا نوشته چی؟ 3 کیل باید برید اینجا بزنید. فکر کنم حالا انگلیسی من خوب نیست. 3 کیل. خب باید ببینید اینجاها چی نوشته که شما ماموریتش انجام بدید. 3 کیل. خب بعد اینا که برید انجام بدید 8 تا دوباره بهتون میده. 8 تا که بهتون داد دوباره ماموریت دیگه بده. ببین اینجا ماموریت، کل اینا ماموریت. بعد میریم دومی هم پر. مثلا اینجا وقتی ماموریت ها رو انجام میدید این کتابا رو باز میکنه. هر دفعه که این کتابا رو بخونید بهتون 7 تا 10 تا از اینا بهتون میده. فهمیدید؟ اینجوری. بعد مثلا وقتی میرید جلوتر سی بهتون میده. نمیدونم بذار بریم جلوتر. یه دونه از این تفنگا بهتون میده. اسمی هم داشت، اسمش یادم رفت. اینا رو باید انجام بدید. خب نه، اول میاد توی اینا رو انجام میدید. اینا رو که انجام دادید میاد توی این بخش دومیه تو اینجا. خب بعدش این این که نوشته گو واسهتون میشه دریافت، میشه کلامید. خب که رو کلامیدش فکر کنم، حالا انگلیسی من خوب نیست، کلامیدش میزنید بهتون میده. وقتی که تموم اینا رو انجام دادید میرید دوباره تو بخش ایونتاتون رو که باز کردید همینو میزنید و بعدش اینجا اینو میتونید دریافت کنید. حالا میتونید اینو دریافت کنید یا میتونید اینو دریافت کنید. خب به نظر من این ارزشش بیشتر. حالا خیلی ها مثلا بتل پس اگه
مثلا اگه بتل پس نداشته باشید بنظرم این بهتره، یا پول استیکی اینو نخواهید بدید و گردونه بگیرید اینو بردارید، چون مثلا اصلا اسکین به نظر من اونجوری هم به درد نمیخوره. مثلا من کلی اسکین دادم، من اسکین ازش خسته شدم جدی هم بخوام، ولی اگه به من بگید اینو میخواید یا اسکینو بردارید، به نظر من 100% اولترا بهتره. اولترا مثلا اولترا دیگه، پرو پلیرها با اولترا پلی میدن. الان تو گیم پلی که واسهتون گذاشتن با اولترای معمولی واسهتون پلی دادم، دیدید اولترا خیلی خوبه، شاتگان پلیرها رو زدن باشون، خیلی خوبه. برای همین اولترا 100% ارزش گرفتن بهتری داره. من یه اسکرین شات میگیرم واسه کاور. ایسا من همیشه اسکرین میگیرم کاور رو. بعدش این یه اسکرین خیلی قشنگیه، نظر من فانتزی، جنبه فانتزی داره و این قدرم باحال نیست. خب مثلا یه یوتیوبر کلیک بیت بود، میگفتش به من که به همه میگفت که میتونید بیاید گان لجن نمیدونم چی دریافت کنید. آقا اینا دروغه، سلطان کلیک بیت دنیا. حالا نمیخوام بگم اسم کانالش رو، ولی هی دروغ میواسه. آقا اینا رو باور نکنید. تنها جایی که بهتون گان لژندری رایگان میده این بخش دومه، دیگه هیچ جا بهتون گان لژندری رایگان نمیده. یا مثلا این بخش آخر، این که انفور رایگان رو همه گرفتنه دیگه، به غیر از این بخش دیگه کسی گان لژندری رایگان بهتون نمیده. نرید دنبال این یوتیوبرها. خب بعد یه چیز دیگه هم بود، گرفتن اینم می‌خواستم بهتون یاد بدم. اینو بگیرید. اینو چجوری بگیرید؟ این عکس رو به راحتی میتونید بگیرید، کافیه 25 تا 20 داشته باشید تا این آواتار پروفایل رو قشنگ رو بهتون بده. اینم میدونه چیزه زیرش دنسه که بهتون میده، ولی اگه بخواید گانو بگیرید به نظرم نباید اینا رو بزنید چون خردشون میکنید. آره دیگه میتونید روی این دکمه زرده کلیک کنید و اینو بگیرید. آقا دمتون گرم که تا آخر این ویدیو رو دیدید که من تمام ویدیوهام راست بود. از این به بعد میخوام به خاطر اینکه خیلی دیگه دارن کلیک بیت میزنن، میدونید، از این به بعد میخوام جدا با وجدان خودم کار کنم و هر چیزی که رایگان بود و بیام واسهتون بذارم، نه اینکه مثل بعضی از یوتیوبرها، حالا نمیخوام اسمشو بگم، یوتیوبر بود تبدیل بیل به گان لجند، خیلی بده اینا. آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو رو دیدید. عشق منید به مولا. سابسکرایب رو بکوبید. اسکین ریپر هم خواستید بهتون میدم، 3000 تومانه، ولی طوری نیست. به 3 نفر که کامنت گذاشتن میتونم بدم، رایگان بهتون میدم. تو بعضی از سایت ها 9000 تومانه، 10000 تومانه واسهتون میفرستم، چیزی نیست. دمتون گرم. خداحافظ.